من 2 جمعه پیش برای شما قول امام ها را یادآوری کرده بودم که 4 امام، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، هر 4 امام ها اتفاق بر این بودند که شخص بی نماز کافر است. و برای شما گفته بودم که این حضرت ها از آسمان نگفتند بلکه دلیل های داشتند. میخواهم برای شما کمی از دلیل های اونها را برای حکم تکفیر دادن آدم بی نماز بیان کنم. میرسیم به سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن تاب اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. خداوند گفته بود است کدام شخصی که اگر در دنیا نماز میخواند، اگر مالدار باشد، زکات میدهد، وی برادر دینی شما هست. این عکسش اگر گردانیم، شخصی که نماز نمیخواند، شخصی مالداری که زکات نمیدهد. میگذاریم در سوره روم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقاموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین. شیخ محمد اسلم طوسی در تفسیر این آیه میگوید که بر من یک حدیثی رسید که رسول اکرم گفته بود است که هر حدیثی مرا به قرآن چین کنید و سخنی مرا در قرآن میابید. من تمام احادیث های پیغمبر خدا را به قرآن چین کردم، در قرآن یافتم، مگر یک حدیث مرا 30 سال در تشویش افتادم. 30 سال یک حدیث را در قرآن من جستجو کردم. این کدام حدیث بود؟ من ترک صلاة متعمدا فقط کفر. کسی که اگر دیده و دانسته نماز ترک میکند، یعنی شرایطش هست، تنی صحت دارد، یعنی هیچ عذر در او وجود ندارد. ما عذرهایی برای ترک نماز هم برای شما بیان کردگی هستیم. بازم این اگر نماز نخواند، پیغمبر اعلان کردند که فقط کفر و به تحقیق کافر شد. این حدیث شیخ محمد اسلم طوسی میگوید 30 سال در دست من فقط جستجو در قرآن میکردم با کدام آیت این مانم باشد. عاقبت رسیدم. اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. خدا امر کرده بود است که نماز بخوان ای بنده تا که از زمره مشرک ها نباشید. یعنی اگر شما نماز نخوانید، شما از گروه مشرکان هستید. این حدیث گفت با این آیت گفت بسیار موافق بود و خاطر من گفت چی شد حضرت جمع شد. و رسول اکرم میگوید العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترک فقد کفر. عهد و شرطی که من ماندم بین امت اسلام و بین غیر امت اسلام، فقط شرط من نماز است. اگر کسی با نماز چنگ زد، وی در عهدنامه من، در شرطنامه من چیکار کرده است؟ خلاف نکرده است، بلکه در عهد و پیمان من هست. بین الرجل و بین الکفر و الشرک ترک الصلاة. پیغمبر خدا میگوید بین مرد و بین کفر و بین شرک فقط فرق در نماز است. این حدیث هایی هستند که من از زبان پیغمبر برای شما بیان دارم که این 4 امامی که حکم به کفر دادن، این دلیل های این حضرت ها می باشد. عر الاسلام و قواعد الدین 3 علیهن اسس الاسلام. پیغمبر خدا گفتند حلقه های به هم پیوست اسلام 3 هستند و از این 3 عبادت اسلام بنا می شود. فمن ترک واحدا منهن فقد کفر بها فهو بها کافر حلال الدم. پیغمبر خدا گفتند کسی اگر از این 3
طاعت یکی را اگر ترک میکند به تحقیق وی کافر است. اینا چی هستند؟ شهادت ان لا اله الا الله و صلاة المکتوبه و صوم رمضان. یکم شهادت است، لا اله الا الله. باید همه ما و شما به این گواه باشیم که خدا یک و یگانه هست، به او ذات هیچ قدرت هیچ قوت برابر شدن نمیتواند. دوم 5 وقت نماز خواندن است. سوم ماه رمضان روزه داشتن است. این 3 امر هست که رسول اکرم گفت اسس الاسلام، از این اسلام بنا شده است. سئل عن علی عن امرأة لا تصلی فقال من لم تصلی فهو کافر. حضرت علی را پرسیدن که یک زن نماز نمیخواند حکم وی چی است؟ حضرت علی گفتند چی زن باشد چی مرد باشد اگر نماز نخواند فهو کافر، وی کافر است. عبدالله مسعود پرسیدن که آیا شخصی که نماز نمیخواند حکم شما چی هست؟ وی گفت فلا دین له، وی دین ندارد. این از حکم این ائمه اربعه که این 4 امامی که دنیا در زیر این 4 مذهب حرکت دارد، حکم اینها از روی این آیه ها و این احادیث ها صادر شده است و بی نماز حکم به کفر دادند. وحكمة الدهر الدؤوب